салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Беҳрӯз. ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. ҳамин канале ки диди будро подписатсия бизор. Ман бо шумо ҳастам доктор Беҳрӯз. шумо қарор доред дар канали Ибн Сино. вақте ки агар дар интернет дар ютуб гуфтани бошед менависед доктор Беҳрӯз, мегӯяд мисол подписатсия лайк мегузоред. лайк шумо барои хотир аст ки мақсад дигарон мебинед. دوستان عزیز، ختنه کردن، اپراسیا کردن، انشالله همه کار کرده هستیم و داریم دستگیری میکنیم که هم کانال پیشروی شود و پرسنوت ما را خوب شود. ما را کوشش میکنیم و شما را خدمت برسونیم. دوستان عزیز، همه وقت شما زنگ میزدیم میگفتیم که دکتر دارویی نیست که مثلا برای ایمونیته یا که برای فرق بشیدن و دیگر مثلا موی سر درختن و موی سر سفید نشیدن. دوستان عزیز، در نزد من یک داروی است که مثلا اصلا من خودم استفاده برده هستم. یک داروی است که مثلا برای فربه شدن، برای دل بقوت کردن، برای مثلا ایمونیته بقوت کردن و برای مثلا موی سر نریختن و موی سر سفید نشدن من خودم استفاده برده هستم. شما هم میتونه که همین داروی استفاده برید. من همچون یک دکتر میتونم گفتم که داروی چیز است، مثلا خیمیکات نداره، چیست طبیعی تازه است و میتونه که مقصد از من خریداری کنید. دارو را مثلا شما برای زکات کردن، برای خریداری کردن در نمره واتساپ انا زنگ میزنید، مینویسید، فروش پرداخت میکنید، شما دارو را میارید پیش مترو لبنان گفته رفتن میره. دوستان عزیز، میتونین دستگیری کنین، کانال ما را کمک کنین. پیشروی ما پیشروی شما و من کوشش همچون یک شهروند توجیستان کوشش میکنم که وطن ملت دولت خود در دیگر بین دیگر ملت ها بلند بداره. شما برای چی میگم که مثال دستگیری کنین؟ با ما خود که مثلا اگر ما مثال در همین جدای علمی مثال مدیسینا و مثال به نهایت کوشش کرده است که نوآوری کنیم که مقصد برای توجیه کنیم مثال اپراسیا دیگر مثال توقعاتی که میشه ما خود میکنیم و ما مثال دیگر دولت‌های خارجی هندوستان و دیگر دولت‌ها نریم، ما خودمون اپراسیا را کنیم، مثال پول زیادتی را از خود نکنیم. دوستان عزیز، من میدونم که مثلا بسیار برادر خوبم، مؤمن مسلمان و مهربان داریم. اگر کمک کردنی باشید برای 915 312 3268 زنگ بزنید، انشالله دستگیری میکنیم. شما ما را معرفتی هم دستگیریتون میکنیم. همه وقت کوشش میکنیم در بر شما باشیم. خداوند نگهبانتون باشد. تنسیت خانواده باشید. من سلامت باشید.